به راه بادیه رفتم، به جستجوی حقیقت، به آرزوی رسیدن به چشمه های بصیرت، تکانه های تفکر به سازه های تحجر، دریچه های رهایی از انحصار جهالت. در این شکنجه جهلم به هر تقدس و قدسی، به کوچه های تفلسف، به جاده های طریقت، به هر کتاب مقدس، به هر اتاق که ممنون، به هر شریعت و زهدی، هر ادعای صدا، به هر کجا که تو باشی سرک کشیدم و رفتم در آسمان دیانت و سرزمین سیاست، به ریشه های تغزل، به خلسه های حماسی، هنر حقیقت زیبا و محاکات حقیقت، به قیل و قال مدارس، به سوالات مبادا، به افسانه، به افسون، به اشارات و به حکمت. از این جهیدم و رستم، به آن رسیدم و جستم، ولی ندیدمت آخر در انتهای سیاحت. نشان خانه‌ات اما نه راه بادیه رفتن، بر آستان دلم شد در امتداد محبت.